الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و ستایش می کنیم که به ما بندگانش بار دیگر توفیق داد که کلمت التوحید لا اله الا الله را باقی مانده از مسائلش را شرح و توضیح بدهیم. این حلقه ما باذن الله حلقه 23 است و در این حلقه آخرین مسائل هایی که تعلق به شرط یکم یعنی شرط علم دارد به شما بیان خواهیم کرد. البته کلمت التوحید لا اله الا الله چه خیلی که بیان کردیم در حلقه های گذشته 7 شرط دارد و شرط اول علم است و پیدایش تمام شرط ها تعلق به علم دارد. یقین بعد از علم به وجود می آید و اخلاص بعد از علم به وجود می آید و صدق و محبت و دیگر تمامی این 7 شرطی که اولش علم است 6 باقی تعلق به علم دارد. و 3 حلقه گذشته هم در این مسائل صحبت کردیم، اما در این حلقه به شما میگوییم که در حقیقت توحید راه‌های شناخت خود را دارد. هر کسی که میخواهد که توحید را بیاموزد راه‌های آموختن توحید را پیشه بگیرد. آموختن توحید در حقیقت چه خیلی که بیان کردیم واجب است و راه‌هایش گوناگون است، فطری و کسبی. پس بارک الله فیکم، بعد از این که شما از این حلقه های علمی با خبر می شوید و توحید را می آموزید، باز به بزرگی الله رب العزة والجلال نظر بکنید. بزرگترین نظری که انسان را به توحید می رساند و علم انسان را در توحید زیاد می کند این نظر کردن به ربوبیت الله رب العزة والجلال در خلقش هست و کمالی این انجام دادگانش هست. وقتی که شما نظر می کنید به این دنیا که یک دنیای بزرگ به یگان نقصان ساخته شده است و هیچ نگهدارنده بجز الله وجود ندارد و در بین آسمان به یگان ستون می ایستد، البته این انسان را به سوی توحید می برد. تدبیرهای الله، نعمتهای الله، خلقهای الله همه اش نشان دهنده توحید است و همه اش علم به سوی توحید است. ابن سعدی در کتاب تیسیر اللطیف میگویند که والطریق الى العلم بأنه لا اله الا الله امور، راه به سوی این که نیست معبودی بجز الله رب العزة والجلال، نیست معبودی بر حق بجز الله، چندین راه هاست. میگند یکی از اون
تدبر و فکر و اندیشه کردن در بالای نامهای الله رب العزت و الجلال و صفتهایش. هر نام الله رب العزت و الجلال انسان را به سوی توحید میبرد. تدبر بکنید، فکر و اندیشه در بالای نامها و صفتهای الله بکنید، در بالای رحمان، در بالای رحیم، ملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. و این چنین تدبر و تأمل بکنید در بالای همان فعلهای الله رب العزت و الجلال که به نهایت با کمالی بزرگ انجام داده است، به مانند این که انسان را خلق کرده است. این یک فعل الله بود که خلق الله بود که انسان را خلق کرده است، یا زمین و آسمان را. پس وقتی که انسان به نامهای الله نظر می کند، به مخلوقات الله نظر می کند، بعد از این می فهمد که هیچ کسی بجز الله رب العزت و الجلال مستحق الوهیت نیست. مستحق عبادت و مستحق الوهیت این تنها الله رب العزت و الجلال است. بارک الله فیکم. و این چنین وقتی که انسان از حالت طاغوت ها با خبر می شود، طاغوت ها را می شناسد و پایان بودن درجه این طاغوت ها، خار و ذلیل بودن طاغوت ها را می فهمد و بعد از این دعوت رسولان الله رب العزت و الجلال را می آموزد که برای چی دعوت می کردند و به سوی چی دعوت می کردند. بعد از این در حقیقت توحیدش زیاد خواهد شد، یعنی علمش نسبت توحید زیاد خواهد شد و این علم علمی با ثمره، علمی مفید خواهد گشت. پس خواهرم و برادر موحدم، بارک الله فیکم، خواستی که توحیدت قوی باشد، علمت قوی باشد، این راه برای تو بهترین راه است. بارک الله فیکم. اما هستند اهل بدعت، آنانی که این راه را ترک کردند و با راه کلام و با راه فلسفه و منطق خواستند که توحید را تحقیق بکنند، که البته این راهشان ناکام شد و این راهشان به دیگر مکان رفت، به سوی گمراهی و ضلالت. اهل کلام، فلسفه و منطق، اونها راهشان راهی فاسد است، استدلالاتشان استدلالات باطل است. با راههای باطل خواستند که الله رب العزت و الجلال را، وجودش را اثبات بکنند، توحید را اثبات بکنند، اما عاقبتشان گمراهی و ضلالت و کفر و نفاق شد. پس از اهل کلام بگریزید، از راه متکلمین و از راه فلسفه و منطق دور باشید. یعنی کسی که موحد شدن میخواهد، کسی که از اهل توحید شدن میخواهد و کسی که میخواهد که علمش در حقیقت در مسئله توحید قوی باشد، با راه ماتوریدی، با راه اشعری، با راه رافضه و با راه معتزله و با راه جهمی هیچگاه نمیتواند که توحید خود را پیدا بکند، زیرا که این راه های ذکر شده همه اش راه اهل بدعت است و عاقبتش گمراهی و ضلالت است. و یگانه راهی که راه نجات است راه اهل سنت و الجماعت است که به شما در حقیقت ذکر شد. بارک الله فیکم. و مسئله دیگری که تعلق به علم هست، شرط اولی لا اله الا الله علم دارد، این فرق بین علم و اعتقاد است. بسیاری ها می پرسند که برادر
شما بیان میکنید در بعض حالتها علم و در بعض حالتهای دیگر اعتقاد. فرق بین علم و اعتقاد چی است؟ علمای اهل اسلام و علمای اهل سنت و الجماعت جواب دادند. میگویند سمعانی در کتاب قواطع میگوید که الاعتقاد قدر زائد عن العلم. اعتقاد این یک قدر زائد از علم است، یعنی اعتقاد بالاتر از علم است. اول علم پیدا می شود و بعد از این اعتقاد پیدا می شود. یعنی یعلم ثم یعتقد فالاعتقاد للقلب كالطاعة للبدن. اول می آموزد، اول می داند و بعد از این اعتقاد می کند. پس اعتقاد یک قدر زیاده از علم است. اعتقاد نسبت قلب به مانند طاعت نسبت جسم است میگند. یعنی اطاعت و طاعت به جسم اگر بکنید، اعتقاد قلب به مانند همین است. و البته ابن حزم ظاهری در کتاب الاصول والفروع میگند کل علم اعتقاد وليس کل اعتقاد علما. همه علم اعتقاد است و اما همه اعتقاد علم نیست. بارک الله فیکم. پس علمای دیگر میگویند که یک انسان معتقدی که علم ندارد، یعنی یک انسان جاهلی که به علم اعتقاد پیدا کرده است، میتواند که انسان دیگر این انسان را به شبهه و شک و برای برد. اما انسان عالمی که علم آموخته است، توحید را اول آموخته است و بعد از این اعتقاد کرده است، هیچ کس نمیتواند که شک را، شبهه را بر دلش جای بکند. پس بارک الله فیکم. اعتقاد و علم فرقش این است که اعتقاد بعد از علم به وجود می آید و علم اول است و بعد از این اعتقاد است. بارک الله فیکم. و البته این هم دلالت میکرد که علم این بینهایت چیزی ضروری است. پس علم درجات خود را دارد. علم هم چند درجه است. بالاترین درجه علم این یقین است که البته ما در انشاءالله حلقه های آینده شرط دوم لا اله الا الله را وقتی که بیان میکنیم امین یقین را بیان میکنیم. پس درجه های علم و ادراک، درجه های علم و فهم چندین نمود است. بالاترینش یقین است. یقین چیست؟ یعنی یقین چی سخن است؟ علم با همراهی عمل، علمی که عمل دارد، علمی که اعتقاد جازمی حقیقی شدید سختی مطمئن شده دارد، این را یقین میگند. یقین یعنی اصل یقین علمی حقیقی و علمی که با اعتقاد است و جازمی مطمئن هست، باوریناک. این یقین است. یعنی بالاترین درجه علم و ادراک و فهم این یقین است و بعد از یقین دومش علم است و سومین نمود البته ظن، گمان، که در یک مسئله انسان در حالتی میماند که کدام از اینها خوب است، احتمال دارد، این را ظن میگن، گمان. و این چنین شک هست، وهم هست و فراموشی و خطا و سهو است و جهل بسیط و جهل مرکب است. اما همه این قسم های 8 گانه به 2 قسم تقسیم شد: علم و جهل. علم بزیرش یقین هم می‌دارد. یقین و علم 1 و 2 قسم اول و قسم دوم این در قسم علم می‌اید. اما گمان، شک، وهم، خطا، نسیان، سهو، جهل همه اش در زیر جهل است. یعنی قسم علم فقط یقین و علم است. پس بعد از این فهمیده می شود که کلمه لا اله الا الله این کلمه در حقیقت بزرگ است و کلمه است که باید انسان بیاموزد و در بالای این کلمه بیاندیشد. نه فقط 1 ماه و 2 ماه و 1 سال و 2 سال، بلکه تمام عمر باید در بالای این کلمه فکر کرد، اندیشید و باید بیاموخت. و البته این جای تأسف است که امروز امت
اسلام از آموزش این کلمه به نهایت فرسخها دور مانده اند و از علم صحیح در باب لا اله الا الله دورند، زیرا که اهل بدعات و اهل فساد و اهل گمراهان و مرتدان در این مسئله شک و شبهه ها وارد کرده اند، کتاب های باطل ساخته اند و نوشته اند و در بین مردم تقسیم کرده اند و فهم و علم صحیح را از معنای لا اله الا الله دور کردند. پس علم بلا اله الا الله، علم بلا اله الا الله چرا در بر میگیرد؟ وقتی که ما گفتیم که علم بلا اله الا الله، علم لا اله الا الله در بر میگیرد اولا علم با الله رب العزة والجلال، یعنی علم داشتن در حق الله سبحانه و تعالی، علم داشتن با اسماء الله و صفاتش و ربوبیتش و الوهیت و افعالش. در حقیقت علم در حق الله سبحانه و تعالی، در حق اسماءش و صفاتش و ربوبیتش و افعالش، همه این در زیر لا اله الا الله است. هر کسی که میخواد که لا اله الا الله را تحقیق بکند، هر کسی که میخواد که لا اله الا اللهش حقیقی باشد، باید در حق الله علم داشته باشد. وقتی که ما میگیم که علم شرط اولی لا اله الا الله، معنای سخن ما این است که شناخت الله، شناخت اسما و صفاتش، آموختن ربوبیت و یگانگیش در آفرینیش و در الوهیت، در حقیقت که این دومش، و دوما علم با الوهیت الله، به این که الله یگانه ذات مستحق بر عبادت است. انسان باید الوهیت الله را بیاموزد و در این موضوع الوهیت علم داشته باشد و بداند که ذات یگانه ای که مستحق عبادت است این الله است و غیر از الله دیگر تمامی موجوداتی که در این دنیا هست یا که غیر موجوداتی که انسان ها در فکر و اندیشه خود انداخته اند و میپرستند، همه اش باطل است. و سومین چیزی که در زیر علم است، این علم به قضاء و قدر الله رب العزة والجلال. باید هر یک مسلمان و هر یک مؤمن به قضا و قدری که الله رب العزة والجلال از آن خبر داده است و رکن ایمان است علم داشته باشد و ایمان داشته باشد. البته علم پیدا می شود و بعد از این ایمان پیدا می شود. ایمان به علم این ایمان نیست. و چهارمین چیزی که علم در زیر علم بلا اله الا الله هست، این آموختن و دانستن و علم به غیبیات، چیزهای غیب ها که الله رب العزة والجلال خودش در قرآن خبر داده است و این چنین رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادند. چیزهایی که از غیبیات است فقط از دو مصدر گرفته می شود، از دو چشمه گرفته می شود که این قرآن است یا سنت است. غیر از قرآن و سنت در این مسئله هیچ سخنی وجود ندارد و گرفته و قبول کرده هم نمی شود. به مانند ملائکه ها، به مانند رسول، به مانند روز آخرت که همه این چیزهای غیبیات است، به مانند عذاب قبر. البته انسانی که لا اله الا الله را فهمیدن می خواهد و در لا اله الا الله حقیقی بودن می خواهد، باید علم به غیبیات داشته باشد. و پنجمین در برگیرنده های علم به لا اله الا الله این است که دانستن و علم به اخبارهای الله، به امرهایی که الله رب العزة والجلال به بندگانش کرده است و شرع الله و دینش و کتابش. کتاب الله قرآنش دین است، دین الله این اسلام است و شریعتش هم اسلام است. و البته تمام امرهای الله رب العزة والجلال و نهی الله رب العزة والجلال در قرآنش ذکر شده است و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر شده است و امروز وجود دارد و هیچ کسی عذر ندارد که بگوید که نفهمیدم. انسان باید بیاموزد
بفهمد. بارک الله فیکم. و ششمین علمی که در زیر مضمون آموزش لا اله الا الله است، علم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن، پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن و دوست داشتن رسول الله و تصدیق کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر کسی که بخواهد که لا اله الا الله حقیقی باشد، پس باید این چنین علم ها را داشته باشد. و آخرینش علم بر روز رستاخیزی، یعنی علمی که بر روز قیامت تعلق دارد، از روزی از قبر خیستن تا روزی حساب و کتاب و به جنت داخل شدن. به همه این انسان باید علم داشته باشد، خبر داشته باشد. وقتی که این علم ها را آموخته، دانید که لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله که شما گفتید کامل شد و کلید شما به سوی جنت شد و نجات بخش شما خواهد بود. و این علم نجات است و شرف است. بارک الله فیکم. در حقیقت محل علم کجاست؟ محل علم و رکن علم این قلب است و دل است و این از قسم قول قلب است. ما خیلی که در حلقه های گذشته بیان کردیم، قلب هم یعنی دل هم عمل دارد و سخن دارد. علم این از قسم سخن دل است و از قسم عمل دل نیست، از قسم صدق، یقین و محبت نیست. برای که محبت، یقین، صدق، توکل همه اینها از عمل قلب است. پس رکن علم یا علم یگانه رکن دارد و رکن علم این قول یعنی سخنی قلب است. بارک الله فیکم. به همین گفته ها شرط اولی لا اله الا الله علم به پایان رسید. در حقیقت این شرط بزرگ را که شرط بزرگترین کلمه که در روی دنیا وجود دارد که علم است، ما در 4 حلقه مختصرا به شما شرح و توضیح کردیم. وگرنه اگر این کلمه را علم در حق این کلمه را شرح می دادیم و در این شرح دادن وسیع‌تر می کردیم، شاید 10 حلقه می شد. و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده ضد علم را خواهیم آموخت، چرا که هر یک این 7 شرط به خود ضدیت دارد. ضد علم این جهل است و علم این شرطی لا اله الا الله است. به علم لا اله الا الله صحیح نخواهد شد. چخیلی که ما به شما گفتیم نمودهای شرط گوناگون است. شرط للصحه، شرط برای صحت یک عمل، شرط للوجوب، شرط وجوب، شرط للعاده، شرط عقلی، شرط عادی. اما این شرط لا اله الا الله شرط صحت است. یعنی وقتی که این شرط یکی از این 7 شرط ها یکی اش نابود شد، یکی اش ترک شد، دانید که لا اله الا الله صحیح نشد، صحت لا اله الا الله نابود شد. به مانند طهارت که شرط نماز است. وقتی که طهارت انسان وضو نگرفت، گرچنده که نماز میخواند، گرچنده که قرائتش بزیبه است، گرچنده که راست میستر رکوع سجود میکند، نمازش هم نماز حساب نمیشود. چرا که شرط صحت نماز را، همان شرطی که برای نمازش، برای صحیح بودن نمازش ضرور بود که وضو هست، این را به جا آورده است. پس ضد علم این جهل است و جهل این کفر است. و یک نمود کفر داریم. ما در مسائل حلقه های گذشته در مسئله کفر و نمودهای کفر ذکر کردیم که یکی از نمودهای کفر این کفر با جهل است. انسان به سبب جهل هم کافر می شود، خصوصا در مسائل اصول دین که ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده در مسئله ضد علم
جهل یعنی کفر با جهل یا کفر الجهل صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت